قصه خر کرامتدار. در روزگاری نه چندان دور، در بازار پرهیاهوی یک شهر، مردی میگشت و آواز میزد: خر بخرید، خر! خرش لاغر بود، کمزور بود، مثل جانوری که عمرش را روی سختی‌ها کش کرده باشد. همین وقت پادشاه با وزیرش از همان بازار گذشت. پادشاه صدای خرفروش را شنید و پیش رفت. پرسید: قیمت خرت چند است؟ مرد گفت: 50,000. پادشاه چشم درشت کرد. ای رقم گزاف برای یک خر کمزور، چه خاصیتی دارند؟ صاحب خر با اعتماد نفس گفت: جناب، هر کس سر این خر بنشیند، مکه و مدینه را می‌بیند. پادشاه شک کرد، اما گفت: اگر راست گفتی 100,000 به تو میدهم، اگر دروغ گفتی سرت از تنت جدا میسازم. وزیر را گفت: بنشین و بگو چه میبینی؟ وزیر نزدیک شد که صاحب خر گفت: مکه و مدینه به چشم گناهکار دیده نمی شود. وزیر ترسید که مبادا مردم او را گناهکار بدانند. گفت: من گناهکار نیستم. رفت و بر سر خر نشست و چیزی ندید. در دلش لرزه افتاد. اگر راست بگویم رسوا می شوم. فوراً صدا کشید: ماشاءالله، سبحان الله، چی منظره زیبا از مکه و مدینه! پادشاه که این را شنید گفت: پس من هم می نشینم. او هم نشست و او هم هیچ ندید. اما شأن پادشاهیش نگذاشت حقیقت را بگوید. چشمهایش پر ابر شد و با لرز گفت: واه مولای من، چی قدرت عظیم! وزیر من پاک نبود، تنها مکه و مدینه را دید. من جنت را هم می‌بینم. خبر مثل باد در بازار پیچید. مردم گرد خر جمع شدند. یکی می‌خواست دست به خر بزند، یکی پایش را ببوسد، یکی مویش را برای تبرک بکند، یکی دمش را به بدن خود می‌مالید. عده‌ای می‌افتادند زیر پایش، اشک شوق می‌ریختند. چند وقت بعد همانجا برای خر مزار ساختند. مردم نادان به زیارت می‌رفتند، حاجت می‌خواستند و حتی پیش خر سجده می‌کردند. بیان که حقیقت ساده‌تر از همه این باورهاست.